مسکین از فقیر دیده داراتر. بنابراین الله سبحانه و تعالی گفت که و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اما این کشتی باشد از آن مسکین ها بود. گفت در سوره کهف این کشتی از آن مسکین ها گفت. این دلالت میکند که مسکین کشتی داشته است، ماشین دارد، مثلا بعضی مال و حال دارد، ولی درآمد او با صرف و خراجاتش موافقت نمیکند. درآمدش مثلا 1600 سومون، برآمدش 2000 سومون، یعنی که 400 سومون در یک ماه برای او نمیرسد. به مسکین ما چقدر زکات میدیم؟ مثلا اگر درآمد مسکین 1500 سومون باشد، صرف و خراجات معتدل، یعنی اسراف ندارد، و صرف و خراجات چقدر میشد؟ اول ضروریات یعنی خوراکه و پوشاکه به قدری که به زمستان و به تابستان رسد، یعنی که لباسی باشد که او را از خنکی نگاه دارد و از چشم مردم نگاه دارد، یعنی این معتدل است. اما لباس قیمت بها پوشیدن، برای چی مثلا تو صاحب زکاتگیر هستی، مثلا لباس هاش قیمت است، من در یک ماه مثلا 2000 سومون درآمد دارم، فقط سر و لباسم 2000 سومون میشد. گفت این صرف و خراجاتش معتدل نه، از حد زیاد.